یوحنا باب 11. شخص لعازر نام بیمار بود از اهل بیتینی که دیهه مریم و خواهرش مرتا بود. مریم همان بود که خداوند را با روغن اطرافشان تدهین کرده پایهای او را با موی خود خشکانید. لعازر بیمار برادری وی بود و خواهران به او کس فرستاده گفتند: خداوندا، اینک آن کسی که دوست می‌داری بیمار است. چون عیسی شنید گفت: این کسلی برای مرگ نیست، بلکه برای جلال خداست، تا که پسر خدا به وسیله آن جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر وی و لعازر را دوست می داشت. چون شنید که وی بیمار است، در جایی که بود 2 روز ماند. پس از آن به شاگردانش گفت: باز به یهودا برویم. شاگردانش به او گفتند: ای استاد، بسیار نگذشته است که یهودیان میخواستند تو را سنگسار کنند و تو میخواهی باز به آنجا بروی؟ عیسی جواب داد: آیا روز 12 ساعت نیست؟ کسی که روزانه راه می رود پیش پا نمی خورد، چون که نور این جهان را می بیند. لیکن هر که شبانه راه می رود پیش پا می خورد، چون که در وی نور نیست. این را به زبان راند و پس از آن به آنها گفت: دوست ما لعازر خفته است، لیکن من می روم تا که وی را بیدار کنم. شاگردانش گفتند: خداوندا، اگر خفته باشد شفا خواهد یافت. عیسی درباره وفات وی سخن می‌راند، لیکن آنها گمان کردند که درباره خواب مقرری سخن می‌راند. آنگاه عیسی به آنها آشکارا گفت: لعازر مرده است و برای شما شادم که در آنجا نبودم تا که ایمان آورید، ولی اکنون نزد وی برویم. توما که ایکیزک نامیده میشد به شاگردان گفت: بیایید ما هم برویم تا که با او بمیریم. چون عیسی آمد فهمید که وی 4 روز باز در قبر می باشد. بیتینی در نزدیکی یروشلیم به مسافه تقریباً 15 استادیه واقع بود و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا که برای برادرشان آنها را تسلی دهند. چون مرتا شنید که عیسی می آید به پیشواز او بیرون رفت، لیکن مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت: خداوندا، اگر تو در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. لیکن حالا نیز می دانم که هرچی از خدا طلب کنی خدا آن را به تو خواهد داد. عیسی به وی گفت: برادر تو احیا خواهد شد. مرتا به او گفت: می دانم که در قیامت در روز واپسین احیا خواهد شد. عیسی به وی گفت: من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر بمیرد هم زنده خواهد شد، و هر که زنده باشد و به من ایمان آورد تا ابد نخواهد مرد. آیا به این ایمان داری؟ به او گفت: آره خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح پسر خدا هستی، آن شخص که به جهان می آید. چون این را گفت، رفت خواهر خود مریم را پنهانی خواند و گفت: استاد اینجاست و تو را می طلبد. این را شنیده وی زود برخاست و نزد او آمد. عیسی هنوز به دیه وارد نشده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا او را پیشواز گرفت. یهودیانی که در خانه با وی بودند و تسلی می دادند، چون دیدند که مریم زود برخاسته بیرون رفت، از پی وی روانه شدند با گمان آن که به سر قبر می رود تا که در آنجا گریه کند. چون مریم به آن جایی که عیسی بود آمد، او را دیده به پایهای او افتاد و گفت: اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی که وی را اشک ریزاند و یهودیان با وی آمده را نیز گریان دید، از دل آه المناکی کشید و مضطرب شد و گفت: وی را کجا گذاشته اید؟ با او گفتند:
خداوندا بیا و ببین. عیسی گریه کرد. یهودیان گفتند بینگرید چقدر وی را دوست می داشت. بعضی از آنها گفتند آیا این شخص که چشمان کور را باز کرد نمیتوانست عملی بکند تا که این هم نمیرد؟ عیسی در حالتی که از دل آه میکشید به سر قبر آمد و آن یک غاری بود که سنگی بر دهانش گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر مرده با او گفت خداوندا الکی بدبوی شده است، زیرا که 4 روز باز در اینجاست. عیسی به وی گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از آن جایی که مرده گذاشته شده بود برداشتند. عیسی چشمان خود را سوی آسمان بالا کرده گفت ای پدر، تو را شکر میکنم که سخن مرا شنیدی و من میدانستم که همیشه سخن مرا میشنوی، لیکن برای مردمی که در اینجا ایستادند گفتم تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. چون این را گفت با آوازی بلند ندا کرد ای لعازر بیرون آی. و مرده که دستها و پایهایش به کفن پیچیده و رویش با رویمال پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت وی را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیان که با مریم آمده بودند چون عمل عیسی را دیدند به او ایمان آوردند. لیکن بعضی از آنها نزد فریسیان رفته آنچه عیسی کرده بود به آنها گفتند. سرکاهنان و فریسیان در شورای پیران جمع آمدند و گفتند چی باید کرد؟ این شخص معجزات زیادی نشان می‌دهد. اگر او را چنین واگذاریم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده کشور و قوم ما را خواهند گرفت. یکی از آنها که قیافا نام داشت و در آن سال سرکاهن بود گفت شما چیزی نمیدانید و فکر هم نمی کنید که برای ما بهتر است اگر یک کس به خاطر قوم بمیرد و تمام قوم نابود نشود. لیکن وی این را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال سرکاهن بود نبوت کرد که عیسی باید برای قوم بمیرد و نه تنها برای قوم بلکه نیز برای آن که فرزندان خدا را که پراکنده هستند یک جایه کند. از همان روز مصلحت را به یک جا ماندند که او را بکشند. بنابراین عیسی دیگر در میان یهودیان آشکارا نمی گشت، بلکه از آن جا به موضعی که نزدیک بیابان بود به شهری که افرایم نام داشت روانه شد و با شاگردان خود در آنجا ماند. چون عید فسح یهودیان نزدیک شد مردم بسیاری از هر طرف مملکت پیش از فسح به یروشلیم آمدند تا که خود را تطهیر نمایند و آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد ایستاده به یکدیگر می گفتند فکر شما چیست؟ آیا او بعید نمی آید؟ لیکن سرکاهنان و فریسیان فرمان داده بودند که اگر کسی داند که او کجاست باید خبر دهد تا که او را دستگیر کنند.